سلام عشقای شمیر، حالتون چطوره و خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه. داخل ویدیو امروز قراره که بریم سراغ یکی از کاربردی ترین ترنرهای جی تی وی و اگه ویدیو اول کانالمون رو ندیدید حتما ببینید. داخل اون ویدیو بهتون یاد دادم چطوری بازیتون رو آماده نصب مود بکنید و بعد از اینکه اون اسکریپت یا همون افزونه رو به بازیتون اضافه میکنید و میریزید به محل نصب بازیتون، یه دونه ترنر براتون اضافه میشه که یه جورایی این پرکاربردترین ترنر بازیه و داخل این ویدیو قراره که 0 تا 100 مهمترین نکاتش رو و بخش‌هاشو بهتون بگم. خب ببینید، برای اینکه ترینرتون بیاد بالا شما باید گزینه F4 رو روی کیبوردتون بزنید. بعد از اینکه زدید یه همچین پنجره میاد که اگزر رو میزنید که اون صفحه بره و اینجا شما ترینر رو دارید که با این کلیدای اصلی نمیشه کنترل کرده، باید با نوت پد اون نامبر پد گوشه کیبورد باید کنترل کنید که با 2 میاد پایین، با 5 کلیک میکنه، با 8 هم میره بالا، با 6 و 4 هم این ور اونور میشه که توی یه سری بخش‌ها به کار میاد. ما از پایین به بالا شروع میکنیم. این بخش چیه؟ این بخش اگه شما آن بکنید تمام چیزایی که رو صفحه هست میره، مثل نقشه بازی، مثل ستاره های بازی و اون پیامک‌هایی که براتون میاد. خب این خوبیش اینه که بعد از اینکه این پاک بشه بازیتون دیگه یه حس واقع گرانه تر میده. خب دومی مربوط میشه به هوا. ببین این اولیش مال باد بازیه که الان ما فعالش کردیم و باد بازیتون خیلی بیشتر میشه، حالت عادی هم داره باد میاد. دومی رو اصلا باش کاری نداریم. از اینجا یکی میتونید نوع هوا رو انتخاب بکنید، هر هوایی که دلتون میخواد. هوای متفاوتی داره. الان بارونیه، نگاه کنید الان من بادو فعال کنم یه خورده ای این بارونا تغییر میکنه و رو به حالا یه سمت دیگه میره. خب من دوباره میذارمش رو عادی. بالاییش سومی از پایین میشه تایم که شما میتونید هر زمانی که میخواید بزنید و اینو اگه بزنید اینو آن کنید رو همین ساعت دیگه میمونه، یعنی 21 و 53 دقیقه دیگه قفل میشه. و اگه این رو هم بزنید روی روز گیر میکنه، خب روی ساعت روز گیر میکنه و میتونید با این رو به عقب و با اینم رو به جلو برید و هر تایمی که خواستید بذارید. مثلا برای ضبط ویدیو دیگه وای نستید تا صبح بشه، همینجا میایید سریع صبحش میکنید دیگه با این ترنر. حالت بعدی ستای اول آن، حالت بعدی هم که آن بکنید جاذبه بازی میاد پایین. اصلا کلا با این بخش کاری نداشته باشید چون اکثر بازی اکثر مواقع کرش میکنه. مورد سوم مربوط میشه به ماشین. شما میتونید با این ترینر هم یه ماشین رو اسپان بکنید، هم سرعت ماشینتون زیادتر بکنید، هم یه کاری بکنید که ضد ضربه بشه. الان بریم بهتون بگم. بذار میام عقب، برام من یه لحظه ماشین رو سوار شیم. بپرولا ای جان. خب ما دوباره ترنر رو میزنیم و دوباره میایم تو همین بخش. خب الان مثلا من آهنگ رو قطع کنم. مثلا شما الان با سرعت میای یافه اینجوری میری، الان شانس بدمون هم ماشین چیزیش نمیشه. بذار بریم داخل دیوار. اوه دید الان ماشین داغون شد. حالا دوباره میای تو همین بخش، این پایینی که نمیشه فیکس، اینو که بزنید ماشینتون سالم میشه و سومی شد برای فیکس کردن. دومین مورد که بزنید رنگ ماشینتون به صورت رندوم تغییر میکنه و هر رنگی که حالا خوشتون اومد میتونید وایسید و از این رنگ توی طول بازی ازش استفاده بکنید. مورد این چند تا پایینی آخر، یکی از موارد این آخری برای سرعته که شما اگه 9 رو روی کیبوردتون بگیرید دفعه یه سرعت زیادی ماشینتون میگیره و اصلا ماشینتون پرواز میکنه. اوکی، پس اگه اینو گرفتی 9 رو بگیری با 5 و اینا میشه تغییرش میدید، سرعت میگیری میره. حالا ما چون تو ترنریم نمیتونیم پرواز کنیم و از اینجور حرفا. 4 تا بالایی این برای کمربنده و وقتی اینو شما آن بکنید با محکم ترین حالت هم به یه چیزی بزنید از اون ماشین یا از اون موتور نمیافته. حالا بعضی از موتورها که به صورت اد آن میریزید این قابلیت رو نداره و باز شما میافتید. و این دوتا اول هم واسه سالم موندن ماشین و این آخری هم برای اینه که خود ماشین یه کمی سرعت بگیره. ببخشید این اولی. خب اینم شد از بخش ماشین و اولین موردش هم شما هر ماشینی که خواستید میتونید اضافه کنید دیگه. اینجوری هر ماشینی که دوست داشتید رو به بازی اضافه کنید. دومین مورد مال اسلحه‌هاتونه که اگه اینو بزنید شما همه اسلحه ها رو میگیرید و از همشون هم کلی تیر بهتون میده. اولین گزینه واسه اینه که اصلا تیرتون دیگه تموم نمیشه. مثلا الان 100 دیگه گیر میکنه، الان 30 دیگه مونده، آقا تموم. بذارید من یه لحظه ترنر دیگه هم باز داریم خاموشش کنم. ببخشید من دقت تو بازی میگه ترنر دارن دیگه اصلا کلا پیچیده. نگاه کنید الان دیگه تیرتون بی‌نهایت، اصلا دیگه تموم دیگه نمیشه. و پایینی تیراتون آتیشی میشه، یعنی هر تیری که بزنید
این حالا رو مردم بیشتر کار میکنه، رو ماشین، رو مردم، رو زمین این تیر آتیشی کار نمیکنه و الان تیراتون همه آتیشیه. گزینه پایینیش که بزنید تیراتون انفجاری میشه، یعنی اگه تیر بزنید انفجار رخ میده، یعنی تیر انفجاری و میتونید حسابی بهتر کنید. این الان نگاه کنید تیرامون انفجاریه، شما میتونید این مال خشابتون رو فعال کنید و هم تیر انفجاری باشه هم خشاب بی‌نهایت. و حالا من این دوتا رو آن میکنم، آف میکنم ببخشید، و دوتای پایینی هم فعال نکنید، احتمال کرش بازیتون هست. من خودم بازیم کرش میکنم. میایید تو بخش پلیر، بعد از اینکه میایید اینجا بیایید پایین اولین بخش قبل از آن و آفا که بزنید ستاره های وای الان آتیش میگیرید، ستاره های پلیس بازیتون کم و زیاد میشه. بالش که نوشته آپ یعنی این یکی یکی بهشون اضافه میکنه و الان شد بازی 5 ستاره و اینو بزنید یکی یکی کم میشه. و اگه خواستید یه کاری بکنید که اصلا پلیس دنبالتون نیفته، مثلا من دو ستاره دنبالمه، اینه که آن کنی دیگه تمومه، پلیس دیگه دنبالتون نمیافته و هر کسی هم بکشید، خود پلیسا رو هم بکشید، با هر کسی هم درگیر بشید دیگه پلیس کاری نداره. این واسه جون بی‌نهایته. اینم با پلیسا یه جوری دوست میشه. اینو فعال نکنید اصلا. این واسه شنا سریع و اینم واسه دویدن سریع بازیتونه که کاراکترتون خیلی سریعتر میدوه. گزینه پایینیش هم برای جامپ بزرگ، اینجوری جامپ سوپر جامپ میزنه و میتونید شما بیشتر بپرید. و حالا همین بخشا رو تو ترینر منیو هم داره، ولی خب ترینرهای دیگه با قابلیت‌های بیشتر دارن و حالا موارد دیگه. این خیلی جزئی به شما یه سری موارد میده. حالا یکی از بخشایی که خودم خیلی واقعا دوستش دارم و خیلی به کارم میاد، مثلا شما میاد یه لوکیشنی رو انتخاب میکنید، مثلا من میخوام برم اینجا. ببین از اینجا تا اونجا مثلا بخواید ویدیو بگیرید مثلا شاید 2 دقیقه 3 دقیقه طول بکشه تا برسید به اونجا، ولی شما با ترینر میتونید با یه ضرب برید اونجا. الان دوباره F4 رو میزنیم، اگزر رو میزنیم، تو 5 رو میزنیم، وارد این قسمت میشیم. اینجا نوشته تلپورت رو میزنیم، نوشته مارک. اولین گزینه‌ای که بزنید اونجایی که مارک کردید تلپورت میشید. الان نگاه کنید ما اومدیم دقیقاً همینجا، از اینجا اومدیم اینجا. و موارد دیگه هم داره که شما مثلا همین بخش تلپورت، مثلا میخواید برید خونه مایکل، مثلا میخواید برید خونه فرانکلین، اینجا نوشته و بالا انگلیسی همش و نسخه فارسی نداره این ترینر، مگه نه براتون میذاشتمش. خب اینم از این بخش. حالا میرسیم سراغ 3 بخش جذاب آخر کار. ببینید اولین موردش مربوط به اسکینه. اینجا کلی اسکین داره، از حیوان گرفته، یعنی از اینجا به بعد همه حیوانه، این گاو و این ماهی و این مرغ و کلی حیوان دیگه. و با 2 اینا میتونید این منو رو تغییر بدید و 70 تا اسکین هست که تا 15 تا 11 تا اول همه حیوانه و بقیه شما میتونید تبدیل به هر کسی که خواستید بشید. الان ما تبدیل به این مرده شدیم. آره. و اینجوری میتونید اسکینتون هم عوض بکنید و با فیکس پلیر هم شما میتونید جونو مثلا اون سپری که حالا داره و با اون ویژگی یا همون ابیلیتی اون ستای پایین سبز و آبی و زرده رو پرش کنید. این قسمتی که بزنید به صورت رندوم اون کاراکترتون یه لباس بهش میده، مثلا لباس پیشفرض کاراکترتون میگیره. من الان دوباره بیام رو فرانکلین، بذار این دوباره یک، این ستای اول این مایکل، این فرانکلینه و اینم تروره. لباسا رو الان من دوباره میام عقب، فیکس پلیر، اینجا اسکین رندوم میذاره، میاد روی این اسکین اصلیش الان اینه، دیفالت اسکینش. اینجا هم اد کرشه که کش ببخشید که میشه پول اضافه کردن مانیه. شما هر بار که بزنید $1,000,000 بهتون پول میده. الان که من 4 میلیون دارم، یه بار دیگه که میزنید بالا شد 5 میلیون و اینم باعث میشه که به بازیتون کلی پول اضافه بشه و الان اگه بازی رو سیوش بکنیم ما این مقدار پول توی بازی داریم. الان ما 17 میلیون پول داریم. این بود از کاربردی ترین ترینر بازی GTA V که شما با ریختن افزونه اسکریپت، اون افزونی که تو اولین ویدیو گذاشتم، میتونید این ترینر رو به بازیتون اضافه کنید. عشق منید که تا آخر ویدیو همراه من بودید.